اما جزاكم الله خیرا. برادر عزیز، انا یک حدیثی که هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم جوان گفتن که شما پدر مادر داری؟ گفتم بله. گفتم برای خدمت پدر مادر بکن، همین جهاد است برای تو. و ایرا علامه اسقلانی ابن حجر اسقلانی در فتح الباری هم میاره که چی هست، یعنی ایرا حمل کرده میشه با جهاد کفایه. فهمو؟ و وقتی که جهاد فرض عین شود در تمام کتاب‌های فقه میگه که اجازه پدر و مادر شرط نیست. یک مسئله. دیگه مسئله هجرت. و هجرت کردن با تمام مسلمان ها واجب است. بر زن و مرد. جهاد به زن ها واجب نیست، اما هجرت برای زن ها واجب است که به بلاد اسلامی بروند، به ملک‌های اسلامی بروند. فما برای مادرها و پدرهای ما که جهاد کردن نمیتونن، برای اینها کم از کم هجرت فرض عین است. مثل نماز و فرض هجرت بروند در ملک اسلامی زندگی بکنن، اگر چه ملک اسلامی بای باشه یا غریب باشه. اما و مادری که خودش هجرت نمیکنه و از الله نترسه با فرزندش اجازت نمیده که به جهاد برود، این مادر عذاب الهی را آماده باشد و عذاب الهی آماده باشد که در روز قیامت الله این به سوی جهنم میبرد. مادرها و پدرهای مهربان، از الله نمیترسه که شما خودتون تمام زندگیتون در فسق و فساد گذرانده و نمیخواید پدرتون فرزندتون در راه الله برای شهید شود. یعنی میخواید که فقط 24 ساعت در تلویزیون باشد، هر کاری که میخواهم بکنم فقط اطاعت الله نکنم. و برای شما مسلمان ها جوان ها اطاعت الله در قرن اول است. اول باید از الله بترسیم، اول باید که اطاعت الله بکنیم، بعد اطاعت پدر مادر اگر در معصیت الله نباشه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله را عبادت بکنیم و با الله شریک نیاریم و با چی پدر مادرتون خوبی بکنیم. الله ذوالجلال هم ماش باید توفیق عمل کردن نصیب فرماید. هیچ اجازه پدر مادر، اجازه امکی و فاضل هیچ کس ضرورت نیست در حال حاضر. اما و پدرها و مادرهایی که فرزندشون باز میدارن از الله بترسن، گناهگار هستن، عمل فسق انجام میدن. الله هدایتتون کنم. پدر و مادرهایی که از حقیقت دور هستین، فرزندتون اجازه بتون میرن در راه الله جهاد بکنن، خودتون اجازت شما که این باید شما فرزندتون بگید که از الله نمیترسه که جهاد نمیره. بزدیل هستی، خواهر مسلمان تا در عراق میکشن، در سوریه میکشن، در افغانستان خواهراتنا تجاوز میکنن. اگر شما جهاد نکنید نوبت خواهر خودت هم میشه، نوبت ما هم میشه. روزش میشه که کافر به ما هم دست درازی بکنن. باید که نصیحت بکنه فرزندتون. چه فرزند میترسه که شهید میشه؟ چه فرزند اگر شهید نشه در دنیا ابدالابد میمونه، فرزندت نمیمره دیگه، یا خود میمونی ابدا دیگه. برای شما مردن نیست، مردن حق است، یا این روز یا فردا یا این سال یا 10 سال بعد دیگه. لحاظا بهترین شهادت همون شهادت مرگ است در راه الله باشه، مرگی با شهادت باشه، مرگی با عزت باشه، مرگی باشه که این مرگ سبب بشه که هزاران نسل دیگه آسوده و با مطابق قرآن و سنت زندگی بکنن. و این فرزند شما اگر شهید شود در روز قیامت شما را شفاعت میکنه، در روز قیامت سبب میشه انشاءالله که شما را به سوی جنت ببره. شما چیکار کردید پدر و مادر عزیز؟ شما تلویزیون را آورده خودتون فرزنده خودتون فاسق و فاجر کرده و بعضی وقت کافر کرده فرزنداتون و دست خودتون مدرسه نبرده، پیش عالم نبرده، پیش قاری نبرده و خودتون تا حال به حجاب هستین. موهای سرتون، پیش برتون، دستاتون همش نمایان است و پدرهای مهربان شما باز ریش میتراشید، در 50 و 60 رفتگی هستی ریش میتراشید، نماز با جماعت نمیخونید. باز میخواهی که فرزند فاسق و فاجر بشه. فرزند شما اگر در دانشگاه ها بخونه اجازت است، در هر جایی که بخونه اجازت، اکتیار شود، ارتیست شود، هر چی شود، فاسق و فاجر شود، که گبه شود، اندیده شود، کافر شود، مرتد شود، اجازت است، هیچ مشکلی ندارید. همین که مجاهد شید دیگر شما خودتون پستون تبدیل میشه. از الله بترسین، روز قیامت فکرش بکنین.
شما چگونه مسلمان هستی که به حکم الله راضی نیستیم؟ الله امر میکنه که شما جهاد بکنید، شما فرزندتون نمیمونید. تا کی فرزند شما باید زنده باشد؟ یک روز مرگ میاد برای فرزند شما و شما به خودتون میاد. کل نفس ذائقة الموت، تمام نفس‌ها چشنده مرگ هستند. رو به الله بیاریم. بسیار شما از جاهلی ناامید شگستی که نعوذ بالله الله ما را میبخشه یا نمیبخشه. به خاطر چی؟ به خاطر که به اندازه گناه کرده گستیم. هیچ گناهی نیست که دست نزده باشیم. کم از کم فرزند تا بمون جهاد برود، شهید بشه در راه الله، انشاءالله که روز قیامت شفاعت بکنه. برای پول و مال، برای سیاست دنیا، که برای منفعت دنیا فرزندان از جهاد باز نداریم. و بعضی کسایی هست که دیگران را از جهاد باز می‌دارند. بچه‌های اکش، بچه‌های دادرش، بچه‌های افا و دیگر خودش هم نمی‌رود و خیال میکنه این کار بسیار کار خوب است. والله فاسق ترین فاسق هستی، دشمن الله هستی، دشمن مسلمان ها هستی. ولو که نماز هم بخونی، روزه هم بگیری، حج هم بکنی، صدقه هم بدی. چی فکر میکنی خودت تو؟ آیا این کار خوب است که مردم از جهاد باز می‌داریم؟ از کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم امر میکرد که واسه جهاد بره، تو برآمده دشمن محمد صلی الله علیه و سلم مردم از جهاد باز می‌داری. از الله بترسین. تو خودت نمیره، با 10 نفر دیگر باز می‌داری. حب دنیا دادی، از پشت پول و مال دنیا میگردی سرسام و پریشان، احسیر نشدی. و ایرم یقین داره که کدام روز مرگ بسید تو میره. زیاد از کسا در رسیه که بود خودشون هم نمیروند و 10-20 نفر دیگر هم با امیری میکنن، از جهاد باز میدارن. شرم نمیکنه شما؟ اگر دیسکاتیک برام پروا نداری، اگر فسق فجور کنن پروا نداری، او قصه‌گیری نمیکنه که چیکاری که در ضد جهاد رفتین. همه خواهرای مسلمان ها خواهرای ما و شما هستن. تو باید خودت دستش اول باشی، 1000 بهانه. تو چی کار کنی؟ تو چرا جهاد نمیره؟ جهاد ناحق است. آدم امریکا هستن، شرم نمیکنی اسخانه امریکایی و اسخانه کافر را باور میکنی و 100 نفر دیگر حل به بهانه های دروغ. خب این دنیا را دروغ میگه، در آخرت چی میگی؟ در آخرت هم گفتن میتونه که مجاهده آدم امریکا هم اونجا جهاد نیست، اونجا آدم برادر کشی هست، 1000 دروغ دیگر. الله را فریب کرده میتونه شما؟ نمیتونه. خودت میدونه که دروغ میگه، خودت میدونه که بخاطر دلیل میتراشی، بخاطر بهانه میتراشی. با نماز خوانم هستی. شرم کنی، از الله بترسی. الله باید این را ترغیب بده که برای بسی الله، برای بسی الله. ما نرفتیم، ما بزدیل هستیم، لیکن الله شما را قوت بریم، عمل بکنیم. در روز قیامت همه برای خودت جواب دادن نمیتونی، ولی که باید 10 نفر، 8 نفر، 4 نفر که دگیر دستن، خود جواب خودت دادن نمیتونی. و برادره که به دپ ایشی که انسان ها عمل میکنین و نمیروین، در روز قیامت اینا شما را شفاعت کردن نمیتونه. اینا هیچ فایده به شما بگید که ما را فلانی نمون، این بهانه نمیشه. هم شما جوابگو هستین و هم این کسی که از جهاد باز داشتن. الله جل همه ما و شما را به سوی قرآن و سنت بیاره. هر کسی به جهاد ایمان نداره او به قرآن ایمان نداره. ما قبول داریم جهاد، ما قبول داریم، کسی قبول نکنه کافر است، لیکن میبینید دشمن جهاد است. اصلا نام جهاد در زبانش میگیرن. والله کاذب هستی، فاسق فاجر هستی. ما نماز قبول داریم، بی نماز نخونیم میشه. ما روزه را قبول داریم، ماه رمضان اومده است، روزه را قبول داریم، کسی انکارش کنه کافر است، لیکن روزه نگیریم میشه و نخیل. همچنین جهاد هم ما جهاد قبول داریم، جهاد در قرآن اومده است. هر کسی جهاد رد کنه کافر است، لیکن میبینی 24 ساعت در این جهاد است. نه خودش میروه و باز دلهای 100 نفر دیگر هم خنق میکنه که اونا هم نرون. کاذب هستی، کذاب هستی، شیطان ابلیس هستی.
تو دشمن جهاد هستی. اگر قبول میکردی تو خود میرفتی، یا که مردم میموندی میرفتن، یا یک بار در حق ما دعا میکردی یا کمکشون میکردیم. مثل تبلیغی های گمراه ما جهاد قبول داریم، کسی قبول نداره کافر است. این روز یا شیطانی خر قبول داره که وزید بهش کار میزنیم. واضح همه اکثر شیطان ها همه خیلی هستن، میگه ما جهاد قبول داریم لیکن نبینیم مجاهدین غیبت میکنن. دروغگو هستن بازر عزیز. والله در راه الله با شوق و ذوق ببریم و الا پشیمان دنیا و آخرت میشن. و این را بدانه که بدون جهاد عزت و آبروی مسلمان ها و دستشون. میلیون تبلیغی هست در یک رایون اسلام آوردگی هستن، در درون یک مسجد خودشون نمیتونن. اما نمیتونن اسلام در یک رایون چه در دنیا یک رایون بیاره که یک رایون یک ناحیه که تبلیغی های گمراه در اوجه اسلام جاری کرده باشن، یک رایون باشه بسته با وجودی که میلیون هستن در دنیا، میلیون تبلیغی پیدا میشه، نمیتونن. والله در نیم ناحیه نمیتونن. تنها چیزی که حکم الله بالا میکنه جهاد است. الله جل ما و شما تا که من نصیب فرمایید. جزاکم الله خیرا.